اومدیم سراغ بازی کانتنت وارنینگ بچه‌ها، یا بهتره بگم هشدار محتوا. معنیش این میشه بچه‌ها، توی این بازی من و علی یه جوری میشه گفت یوتیوبر هستیم، کانتنت کریئتور هستیم و باید بریم داخل این سیاره عجیب و غریب ولاگ بگیریم و توی ولاگمون اگر موجود عجیبی دیدیم توی ویدیومون ضبطش کنیم و بعدش توی یوتیوب آپلودش کنیم، یه جایی مثل یوتیوب، و ببینیم که چقدر بازدید میخوره، چقدر درآمد میده و اینا. خیلی باحاله بچه‌ها. بریم سراغ ویدیو. Here we go. چطوری علی؟ چطوری؟ کجا رفتی؟ چطوری مای برادر؟ نمیتونیم همدیگه رو بزنیم؟ نه. چرا؟ چیکار کردی؟ میتونی دستکاری کنی اون ایکس دیش. دقیقاً. حالا میتونی صورتت رنگش هم تغییر بدی. اینجا زرد داره، صورتی داره، آبی داره. تو بزن، من میخوام بزنم الان. زرد خواستی بزن. میخوام بنویسم اکسن. حالا چجوری برگردم؟ اینو بزن. اکسن. اوف چقدر قشنگه. زردم که هستم اپلای. برو این عکس هم درسته، آینه برعکس. ای اف معنیش میدونی چیه؟ معنیش میشه ای اف یعنی اندر فنز. اندر فنز. آره اسمم عوض کردم راستی. اسم کامیونیتی من عوض شد تو اندر فنز. The plan نقشه. Go down to the old world. میگه برو پایین توی دنیای قدیمی. شماره 2 نوشته فیلم something scary. میگه از یه چیز ترسناک فیلم بگیر که بازدیدت بره بالا. خب میشه بری گمشی اونور خواهشن. upload to SpookTube. بچه یوتیوبش اسمش SpookTube. خب نگاه کن یه چیز بگم. چی میگی؟ چی؟ بچه‌ها جوین کانال دیسکورد جدید بزن. سرور دیسکورد جدید تو آره؟ آره. لینکشو بچه براتون توی دیسکریپشن نمیذارم. تو کامنت ها بذار. آقا چهارم مورد نوشته گو وایرال، یعنی بابا بیا بریم پول در بیارید. چشم ما میریم این کارو. چرا قوه 2 تا بردار. چرا قوه ها اینجاست. چرا اینجاست. خب دارم برمی‌دارم داداش. باتری که تموم نمیکنه چرا قوه؟ تموم میکنم. خب چرا تموم میکنه؟ نه میخوای بازی همینجوری باشه. اینا دستگاه شارژشن. بیا نگاه هر وقت شارژ تموم کنه این شارژش. میتونم پرتش کنم. ایول چقدر بازیش باحاله. منو نگاه. چرا رفتی اون بالا؟ الان من میگم میخوای بپری؟ نگاه کن نیستن چی اگه بپری میافتی میمیری؟ الان میمیری؟ خدا ولی نمردی. خب علی میتونی ازم اینجا رو فیلم بگیری؟ منم میخوام برم بپرم. علی میشه ویدیو رو از همینجا شروع کنی یه ولاگ بگیری؟ آره. خب ویدیو رو فقط نگاه به قلب زهر مار. بیا اینجا دیگه. ما الان رو سیاره زمینیم دیگه آره؟ نه الان رو زمینیم که میخوایم بریم فضا. نه رو زمین نیست. و چرا همه چی شبیه زمینه؟ همه چی شبیه زمینه اسکل. آره درخت سیب داره. اسکل رو مشتری سبز نیست. مشتری از گاز تشکیل بابا اسکل بهت میگم رو مشتریم، یعنی اینه که اینا الان یه لباسای پوشیدن. این بازی من رفتم تحقیق کردم در موردش با دوستام. خب نه پس اون موشک چیه؟ اون موشک ما دیگه بعد بریم به سرزمینای قدیمی. خب این موشک یعنی نمیره به فضا؟ میره به فضا دیگه. خب پس الان از رو تو زمین فضایی. داره بلند میشه که بره به الان سیاره توی دیگه. مشتری. خب چرا میخواد از رو مشتری بلند شه بره به یه سیاره دیگه؟ میخوایم بریم مریخ الان فکر کنم. بابا رو زمینیم میخوایم بریم یه سیاره دیگه. نه من قبول ندارم. بچا دیدین گفتم چرت و پرت. من قبول ندارم. یه سیاره زمینیم میخوایم با این موشک بریم به فضا به یه سیاره دیگه. آره کارتو زدم. نگاه کن فیلممونم فقط 100%. خب. تصویر من نگاه. خب. نگاه کن اینجا 100% فیلم لفته. این تموم بشه دیگه نمیتونیم فیلم بگیریم. خیلی خب پس بگیر از همه نده یه سلام بگیر. من صدام تو بازی هستی آره. خیلی خوب باشه. داری میگیری؟ آره. خب 1 2 3 سب کن. چطوری بچه‌ها؟ الفاز ایکس پس هستم. خیلی خوش اومدید به ولاگ فضا بچه‌ها. فکر می‌کردید مستر بیستم براتون نرفته تو فضا ویدیو بگیری، ولی من دارم میرم بچه‌ها. این موشک رو به قیمت خب ساکت نباش. بذار بگم دارم صحبت می‌کنم. نه بریم. بیا بریم. اینو فقط اینو بگم. بچه‌ها ما اومدیم به اصلا رکوردی. آره. رکوردو بزن اون دکمه قرمزش باید روشن بشه. بزن رکوردو بزن. داشتم میگفتم بچه‌ها الان اومدیم توی سفینه 500 میلیون خاک تو سرت کنه. اینقدر خطش نکن. بیا. الان اینجا کجاست؟ اینجا رسیدیم به یه دنیای دیگه. یعنی به این سرعت رسیدیم؟ بله. ما چجوری اینقدر سریع رسیدیم؟ نمیشه. بابا فیلممون 81% شد نکن. بابا به این سرعت چیش تمام میکنه؟ برو تو بگیر فیلم بگیر. برو اینجا فیلم بگیر. نه این بازدید نمیگیره. ویو نمیگیره. ویو نمیگیره. خب الان چیکار کنیم؟ من این اومده دم در. خب الان اینو چیکارش کنیم؟ چطوری عمو؟ نمیشه زدینو؟ میاد یکیمونو میگیره ها. نواسا. برو بغلش بپر. من اومدم. من کشوندمش. بابا شروع شد هیولا آخری علی یه فیلم بگیرم. بیا بابا بیا این بازدید نمیگیره. بیا. بازدید تو کجا میدونی بازدید نمیگیره؟ بابا من هیولا رو میدونم کدومشون بازدید میگیره. آقا یه سری هیولا هستن خیلی کنن میگیرنت. حواست باشه. اصلا تو بالا سرت باشه اونا میکشنت بالا. آره. ببین من یوتیوبرم دیگه بعضا فیلم بگیری تو کامرا من. الان نباید فیلم بگیریم. خیلی خوب. الان کجا بریم؟ چقدر سوراخه؟ بابا ترسید.
نیاد بگیرت این میگیره ولت نمیکنه. وای خب بریم دیگه، چرا انقدر وایستادی تو؟ بیا همراه. ندو زیاد سنیتیت کم میشه. صدا چیه؟ صدا چیه؟ اوه. کمک بکش خودت ایده بلوی. منو گرفت برو بابا بهت میگم نزا بگیرته. مصبو ندیدیم هنوزم داره میاد. بیا بالا واسه فیلم ازش بگیرم. هیولای. خب بذار. خب بچه چطوری ما اومدیم اینجا، این یه لولوه داره دنبالمون میکنه. بریم قطعش کردم. خطش کردی خوب شد. او هنی اینجا کجاست؟ بس حاجی اینجا خیلی با حواست باشه. بیا. وای یکی دیگه. نه همون دیگه همونه. مثل زامبی همه جا هست. قلبم گرفت اون تو چرا انقدر تو صورت منی؟ نه با بدو هم دیگه. یا اینجا یه هیولات کوچولوه. خب ببینیش فرار میکنه میره هیولای دیگه. علی یه لحظه وایسا چی بهت بگم. ببین نیا کن، تو چرا گوش نمیدی؟ هیولا میبینی چرا دکمه رکوردو نمیزنی من صحبت کنم سری؟ این الان مهم نیست، ولی بعدیا رو باید چیز کنی. این الان گاوه ببین. بعدیا رو حواست باشه. یا 3 روز وقت داریم با خیلی. یا ویو رو میبینی اون بالا؟ بس سکیشه اون ویوه. ویوه با سکیشه. یعنی الان میبیننمون ویدیومونو. وایسا اوه یه صدا. وایسادم. این صدا خوبی نیست. هیولا داره هنوز پشتمون میاد. اون هیولا بعدی. بابا ترسیدم. ای بابا این نشونه خوبی نیست. داشت همونجا گاوی نرو. اینجا به نظر میاد باس داره. علی دوربین آماده کن. حواست باشه یه هیولا داره آتیش میزنه. 57% فلش لایتم روشنش. دوتا داری فلش لایت. یه دونه برداشتم. خاک تو کلت. من فکر کنم یکیش مال تو یکیش مال منه. بابا من وقتی دوتا برمیدارم دوتا هم برای تو گذاشتم. ای خدا. یه لحظه وایسا ببین چی؟ علی دیدمش. علی یه چی دیدم رد شد. علی فیلم بگیر. فیلمو بزن. چیه خب؟ فیلم بگیر کوچولوئه. سلام بچا چطورین؟ الان ما یه موجود عجیب دیدیم. میتونیم ازش فیلم بگیریم. نگاش کنیم شبیه پکمنه. ببینینش داره حرکت میکنه. ببینینش. بیا علی دنبالم. بیا دنبالم ازش فیلم بگیریم. داره فرار میکنه. اوه قطع کن فیلمو. فرار کرد. با سرعت خیلی زیادی فرار کرد. اونو دیدی. وای حاجی وای اون خیلی بده. وای خب فرار کرد. این خیلی خبر بدیه. اگه اون هیولا آتیشیه رو خبر کمک علی چجوری پارتی کنه وسیله؟ وای چیه؟ بهش وسیله باید میزدم. حواست باشه نری زیر این میگیره میخورتت. اون چیه خب؟ واسه اینو رکورد بگیرم. دوستان یه هیولا داریم، دهنشو میبینین، اومد گند زد منو کشید بالا. علی اون حلزونه داره پشت بابا بعد داری فرار کن. بیا دنبال من. بعد فرار کن. خیلی داره اوضاع خیلی چیه. بیا رو سقف بازم از بیا بابا اوضاع داره خیلی میشه. بیا فرار کنیم. منو گرفت. چیز کن. با کیوبش وسیله پرت کن. وای من هیچ وسیله‌ای ندارم. خب من چیکار کنم؟ یعنی کارت تمومه؟ ای والا بزن بهش. خیلی خوب. با چی کیو رو نگه دار. کیو بس خواهش میکنم. وای بیا بریم علی. بیا فقط بریم داداش. دوربین نمیدونم دوربینو چی کار کردی. دوربین دست منه. بیا سری بیا بریم آقا ولش کن. منو گرفت. برو بیا تو بزن درو بزن تو صورتش. اون کوچولوه هم تونستی هیچی ازش بگیری؟ آره خب خوبه بازدید داریم. پس بریم بچه دوباره برگشتیم رو سیاره زمین خودمون. بابا بهت میگم وسیله پرت کن. وسیله نداری. ای بابا چیکار؟ الان میرم دوباره برمیگردم. صبر کنیم فیلممون آماده شه. ادیت میکنه خودش؟ نه سی دیه اسکل. ما خودمون رکوردو میگیریم. بیا خب بذار بشین. نشون میده فیلمایی که گرفتیمو؟ آره بعد ببینیمشون. خب الان لایویم. لایو الان؟ آره. خب دارن این ویورا رو باش 90 تا 100 تا بچه. صدای خودتو داری؟ نه صدای خودمو ندارم. منطقه صدا نرفته. صدا تو ویدیو ضبط نشده. Do you want to meet one of those at night or day? دارن کامنت زدید. وای این کوچولوه رو اینجا دیدیم حتما. وای صدای خودم ضبط نشده تو ویدیو. آره مهمم نیست ضبط بشه یا نشه. کوچولوه رو گرفتی هیچی ازش؟ آره فکر کنم نرسیدی بهش. از این گنده. وای پروفشنال. یک ویو گرفتیم تا الان. یکی 100. وای منو گرفت حاجی. $1000 گرفتی. او مای گاد. خوب درآمد داشت. من ویدیو رو سیو کنم. بیا بگی بچپ. خوابم داره. آره بگی بچپ.
سلام علیکم. تایمز دی میزدی تموم میشه. چرا قوه بازم داری علی بهم بدی؟ آره چرا قوه. یه دونه بهم میدی؟ بیا برات بخرم. یه دونه چرا قوی ارزون بخر 20 بیا دلاری. برات این میگیرم. داداش منم میخواستم همین رو بخرم. خب نه اینو نگیر. نه تو پایینی رو پولش می‌خواستی. زیاده. همون یه دونه 20 دلاریه رو بگیر دو تا ازش داشته باشم. همون یه دونه ازش بگیر چون یکی داره. از کجاش اومد؟ نه صبر کن. بالا سر. او برو برو. خیلی ممنون. بیا بریم برای ولاگ بعدی. بالا بریم. چرا همش همینجای تکراری میای؟ خب علی از اینجا ولاگو بگیر صحبت کنم یه لحظه. اوکی. 1 2 بریم 3 2 1. سلام بچه چطورین؟ خوش اومدید به ولاگ سیاره عجیب و غریب. بچه میخوایم بریم چند تا موجود عجیب و ویدیوهاشون رو براتون بگیریم. برو بریم سراغ ویدیو. Here we go. هیولا دیدی علی تو مسلح شو منم ویو میگیرم صحبت میکنم سری. لولو مولو نیادا. آقا یه هیولا داره گنبلوه. گنبل چی؟ گنبلوه. اینجا داریم تکراری میریم. اوه علی این صدا چیه؟ نیفتی پایین. نمیفتم حواسم از برو جلو. بیفتیم پایین میمیریم دیگه آره؟ آره. بعد بمیریم چی میشه؟ کلا ببریم دیگه میبازیم. وای زهر مار صدا چیه؟ بریم سمت صدا علی. صدا کدوم سمت؟ فرار کن. چیه؟ فرار کن. فقط فرار کن. داره می دنبالمون؟ داره فیلم میگیری؟ آره فیلم گرفته. فقط فرار کن. نیومد. حواست باشه. ای علی اونو فیلم بگیر. اونو ول کن نری سمتش. فیلم بگیر. خب بچه‌ها این هیولای عجیب و غریب داره میاد سمتمون. خیلی بزرگه. وای خیلی بزرگه. مرزد. عجیب. علی داره میکشتم. الان سمتش پرتاب میکنم. بابا این اونجوری نیست. خب بذار اینو بردارم. یه لحظه داداش. ببین میشه داداشم. مرزد. منم زد. برو. من دارم سمت سفینه. اوه علی منم بالا انداخت پایین ولی زنده ام. افتادی پایین؟ وای علی منم خودی هیولای دیگه. میخوام فرار کنم. وای علی این چی؟ علی یه کرم دیدم. داداش علی یه کرم دیدم. این چرا اینجوریه؟ علی وای داره میاد سمتم. وای علی تونستی از هیولای فیلم بگیری؟ آره. آجی من دارم سمت سفینه فرار کنم. خیلی خوب تو برو فرار نکن بذار منم دارم میام. نه تو نمیتونی بیای. دارم خودم تو دیگه پایینی دیگه نمیتونی بیای بالا. بابا دارم میگم من برم تو ریو میشی اسکل. ریوایو میشم. یکیش منم دوربین داشتم ولی دوربین کلا یه دونه دیگه داریم آره. برو. آخ یکی منو گرفت خورد. تونستی فیلمای خوبی بگیری؟ آره خیلی. ولی علی خیلی ترسویی داشت. یکم بیشتر میموندیم. $15 رفت بالا هاسپیتال تو. اوه برای بیمارستانم؟ آره چون مردی. یه فیلم دارم ازت میگیرم. بچه‌ها ما برگشتیم. من آسیب دیدم کلی. اون پایین یه کرم دیدم ولی متاسفانه نتونستم ازش فیلم بگیرم. خیلی اوضاع خیت بود. حالا بریم فیلم‌ها رو با هم دیگه ببینیم. واسه فیلم اومده شه. چه؟ آها یه بار دیگه میریم علی. این آخرین روزه که میریم. آخرین روزه. خیلی خوب. اون نرسه به سکه باختیم. سلام بچه چطورین؟ خوش اومدید به ولاگ صدای بازی داریم؟ آره بریم چند تا موجود عجیب و ویدیوهاشون رو براتون بگیریم. برو بریم سراغ ویدیو. Here we go. یوی چمون داره می دنبالمون. فیلم بگیر. خب بچه‌ها این هیولای عجیب و غریب داره میاد سمتمون. خیلی بزرگه. خیلی بزرگه. یه عجیب. علی داره میکشم. خب سمتش پرتاب میکنم. بابا این اونجوری. بوله. سیلفی. بچه‌ها ما برگشتیم. من آسیب دیدم کلی. اون پایین یه کرم دیدم ولی متاسفانه نتونستم ازش فیلم بگیرم. خیلی اوضاع خیت بود. حالا بریم فیلم‌ها رو با هم دیگه ببینیم. $108 گرفتیم. علی این دفعه بعد ترسو بذاریم کنار داداش. نگاه کن این دست اگه نرسه به سکه باختیم. علی این دفعه سلام الاحوالو که گرفتیم فقط هیولاها فیلم بگیر. حتی از هیولاهای ساده هم بگیر چون ساده هم یه ذره ویو رو داره. بیا حاجی یه دونه $200 بگیرم. $200 نگیری پولمون هدر نده گنده رو هدر. نه بابا الان داریم خیلی داریم. نگاه کن فلش لایت اصلا ما اینو برای تو گرفتم. اینو برای چی برای من گرفتی؟ اینم دوباره نه برای خودم گرفتم. خب بیا. تازه شارژ اینی هم که من گرفتم کمتر کرد. بیا اینترو رو بگیریم سری بیا. خب سلام بچه‌ها چطورین؟ اومدیم سراغ روز سوم. بریم ببینیم چه هیولایی که میتونیم پیدا کنیم. برو بریم. الان ما این چرا خوب این دفعه از این سوراخه بریم. بالا سر تو بپا. راست میگی. اوه یه صدا داره میاد. بمبه. وای. حاجی هیولای بمب اندازه. برو. وای علی فیلم بگیر. میبره رو حواست باشه. فیلم بگیر. فیلم داری میگیری؟ میبره رو ماجی. برو. وای من مردم. آخ منم مردم. وای نه من زندم. چیزو بردار دوربینو بردار. دوربینو برو بردار. نورابی دوربینه.
برش داشتم. علی تو الان زنده نمیشی یعنی؟ نه من میمیرم دیگه، برو تو سفینه. خب چیکار کنیم؟ ویدیو فقط همینو گرفتیم. خب چاره ای نداری، من مردم. من برم از چند تا چیز دیگه فیلم بگیرم. نه میمیری، اون بمبیه بیاد کار تمومه. من میگم بابا هیلت یکی فوتت کنه مردی. صاحب این درو چجوری ببندم؟ دسته رو بکش. خودت نری تو دست که باگ میشه. بیا میخوای تو سیدیو بذاری؟ بذار من سیدیو بذارم. خب نمیده. خب اسکول داری میگیری؟ باشه. خب سلام بچه چطورین؟ اومدیم سراغ روز سوم. بریم ببینیم چه هیولایی که میتونیم پیدا کنیم. برو بریم. بگیر. فیلم بگیر. اون بر رو طرف باشه. فیلم بگیر. فیلم بگیر. فیلم داری میگیری؟ برو آقا من مردم. آخ منم مردم. وای. نه من زندم. چرا چی ورده دوربینو ورده. $700 دوکه 600 دوکه 600 سکه رو نتونستیم. اگه ویدیو نمی‌مردی سیو. میتونستیم بیشتر بگیریم. بیا میتونیم یه روز دیگه هم بریم؟ فکر کنم بیا بخواب. اگه یه روز دیگه هم بتونیم بریم عالی میشه. خدایا یه روز دیگه رو بتونیم بریم. میتونیم یه وقت Your channel never took off. ای خدا. No one liked your videos. هیچ کس ویدیوتون رو لایک نکرد. هیچ وقت از پسش بر نمیاد. ولی تو فهمیدی که این فقط یه رویای وحشتناک بود. نه ببین کابوس وحشتناک. خیلی باحال بودن. هیولاش عجیب و غریب بودن. دوست داشتم بیشتر بازی کنم ولی خب دیدین که 3 تا روزمون رو رفتیم. ولی حتما پارت دیگه هم براتون میذارم. تا ویدیوی بعدی فعلا. بای بای.